من میخوام یک نظریه رو ثابت کنم که این که میگفتن اسلحه تکتیر با این روش ساخته میشه رو معلوم کنم. اول یکی از این نمیدونم چیای برمیداریم و یک کامک اینجا میزنیم. میخوایم ببینیم واقعا راسته یا علکیه. الان معلوم میشه. با این روش من نجات دیدم که میگفت تکتیر درست میشه. من الان میخوام تنظیمش کنم ببینم واقعا راسته یا دروغ، که الکی کسی رو فالو نکنی. این از این سابسکرایب و لایک یادتون نره. اینجا حقایق واقعیه که راست میگفتن یا دروغ در ساخت ماینکرافت معلوم میشه که کی دروغ گفته و کی راست. خب اولین پروژه ساخت اسلحه تکتیر، اینو میذاریم اینجا. شما به این تیر و کمون نیاز دارین. تو خودش گفته بود یه دوربین. حالا میرین قهر دیدی؟ حالا وازش میکنن که شما ببین. بفرمایید. برای که نگن تو خیلی فاصله رو نزدیک گذاشتی، فاصله رو یکم دور میکنم که واقعا ببینین دروغ گفتن یا راست. این از این، اینم از این. درست بله. حالا تیر کمانو نمیخوام وقتی که اون طرف اینو دید نگه تو یه لحظه کنی. الان درستش حالا که کامنت یادتون نره. حالا معلوم میشه واقعا درست یا نه. من به خاطر اینکه سازنده این کلیپ نگه تو خیلی نزدیک درست کردی دوباره امتحان میکنم که شما باور کنین اینطوری تیر تفنگ ساخته نشد. سعی کنیم قطع کنم یه دقیقه. خب این قطع. بفرمایید. دیدین همش دروغ بود. خب حالا میرین دوم